با آغاز تجارت آنلاین شما نیاز به تجربه کاری، نیاز به تخصص در یک رشته خاص و نیاز به زبان انگلیسی به سطح بلند ندارین. فقط کافی است که شما سن قانونی داشته باشین، مدارک قانونی داشته باشین و جواز کار داشته باشین. در این صورت میتونین وارد این دنیای بزرگ و فرصت جهانی شوین. دیگری که نیاز به پرداخت هزینه های هنگفت ندارین. با اندک پول میتونین شما سرمایه گذاری کنین، بزنس آیدی بین‌المللی دریافت میکنین، دیجیتال مارکتینگ را آموزش میبینین و همچنان میتونین مالک تجارت شخصی خود شوین. ما و شمایی که مهاجر هستیم و نیاز داریم که یعنی زمان بیشتر نیاز داریم تا به موفقیت برسیم، اما تجارت آنلاین نکات را که قبلا یادآور شدم و همین دلیل میتونم ما را زودتر به موفقیت برسانه. و اگر فعالیت خوب داشته باشیم، یعنی فعالیت همیشگی داشته باشیم، از 3 الی 5 سال ضمن درآمدهایی که می داشته باشیم، معاش ثابت نیز دریافت خواهد کردیم که زیر نام تقاعدی است و میتونه تضمین کننده آینده خود ما و آینده فامیل ما باشه. دیگری که محدودیت زمانی و مکانی نداره. هر زمان که تو حوصله داشته باشی، وقت داشته باشی، میتونی کارت انجام بدی و محدودیت مکانی هم نداره. چی در خانه باشی، چی در بیرون باشی، چی حتی در سفر باشی. شاید مرا دیده باشین که ما حتی در سفر هم چند دقیقه وقت خود را اختصاص دادیم و کار خود پیش بردیم. و شما هم به می شکل کافی است که روزانه 2 ساعت روی بزنستان تمرکز داشته باشین تا ای که به موفقیت برسین. و اگر دوست دارین من حیث منتور شما را همراهی کنم، من مریم خاموش هستم. میتونین برام پیام بگذارین تا ورکشاپ های رایگان را در اختیارتان قرار بدم، اطلاعاتتان بیشتر شوه و اگر دوست داشتین وارد بزنس و فرصت جهانی شوین.